شیشتن نتانه کمر باریک. الهی خانه شیطون خراب شه، حوالار میبره خانه به خانه کمر بری. تو کار دارو. بله بفرمایید عمل کنید. میگم خبر که دیدی که بچه خاله مایم برم به ایران به شیشتینی. عباس رمزون آه مایم برم ادی بیلا چه کاره؟ تایز دالون سلام چیز بوی میده. همین نداری فکر ما کار دارم. همون خری که داری بله همون بردار ببر بری برای اینا سرهی. به کی سرهی بدم؟ به بچه خاله را مایم خبرم به ایران به شیشتینی. فیس او خر خور که من 2 سال میشه جمع میکنم اون میبرم میدم بچه خاله خو که اون برم اینجا قرار که دیگه سویری کنم. برارم بعدم اونا مامانم بچه خاله مانم تو همون رشته نمیبینی بدی ببر بدی ببر برف ما کو برو واکو ببر به درس را اینا بدی مایم برم آخه. آفرین تو خوش داری سرهی بدی؟ آه خیر بینی همین که نمیگه او گوسپنده هر کدوم دونی 10-12 دار قیمت اینه میشته و بر راه خوب دو از اونایی که میدون با تو خر ببر واکو ببر بدی. خر موشی و چند قیمت اینه؟ خری باشه 5-6 هزار روپیه میخرن خر مردنی چی بکاره وخی برانم برار خود بگردم بعد با تو بگم ازمون بر راه حکیمیدم با تو ببرمون بده دقیقه. بابا اون خر بس میکنی چرا بس نکنیم خر خور من مایم نمیبرم من میدم با تو میگم ببرمون بده بر راه که از تو بزید نکو برار جو اونا گیرون بر راه دونی 10-12 هزار روپیه قیمت اینا ایشته ما ببرم بدو برای اینا تو ببرم خر بده وقت تو برفا دل نمیشم وقتی به دل میشی گل بره به تو میدم برو بغزاله میدم بره میدم برو دقیقه کجی خر خور مایم برو جو به دل تو نمیشم ایشیزه هیچ غمی ندار به تو بره میدم بتره او رنجی و جمع کن برو برو دل به کدام مایم برو دل تو مای بده بگو می چیه خونه نوی؟ نه سرهی چی؟ سرهی سگرهی؟ سرهی با چیه؟ یعنی میرم به ایران برای اینا سرهی میگی جا خیلی برو هرچی که تو فکر میکنی کجی؟ گفتی که بره بوسکال نمایم من خوب دل جمع باشم هر کدوم که تو خوش کردی میدم بوسکال ندی خوب با بابا راستی کجی چی میگی؟ چی با بگم دگر برو با میگم برای نه چی صبر کن برسونی صبر کن خدا دور دارم ادار کنه کجی صبر کن برسونی یکی گپ سخن از من بشنیدی بخاطر از اینکه تو رو میدم زینا یک وقتی علف کم تر خوردی بله بیشتر گلک بیشتر جان جان عباس چرا گریه میکنی؟ هیچی از تعدیل آوردم چی؟ کی رفتنی شدیم دیگه ما بخیر سبا بخیر دیگه بخیر پیار من و مادر من به شما سلام میگفتم و علیکم سلام برای من به شما سلام میگفتم کجی و علیکم انا گفتم برای ما که بخشش باشه دیگه گردنم بند باشه نشد شما یک شوی هم میمون کنیم باور کنیم ابی اوزا کشمیشیه پول نداشتیم همه میتونم باور کنیم پیار من میته غم میخورد که چی بگم که یک ریپ پول نیم ما ببریم از اینا سرهی بدیم انا می خاره بیاوردم برای من گفتم ببریم از اینا سرهی بدیم ما شما بیگونه نه خواهی چه ایت کارا میکنه ما شما ایت گپا نبود خب برار من سعی کن تو ازم زمان قدیم رسم رواج برار من پیار من میگم همینه که کسماسی اگه به جای میره و خارجی میبینه مثلا سرهی برای اینا بدیم با شما فامیلی میره گپ این حال ما سوا بخیر میگی خر ما چه کار کنیم ما خوی خر ببریم به خود قرار که دیگه 500 ارزونتر بفروشیم بفهمید دیگه 500 ارزونتر بفروشیم حداقل 4-5 هزار میخرم
یک سوغاتی چیزی پولای رو بگیریم ببریم شما خور به زحمت نه زنده باشی کارا ماستین چه کار نه نباید باشه مشکل ما نداره. که بیگونه نیم که شما رو میمون کنه نه باید برین دیگه باور کنه بی پولی میدم اگه گریه میکنی پس بگو نه من دل به چیزی که من تو سال جمع کردم نه مستوى متایی میفهمم این که علف بار کنی از سهرها یه لدی حال رستی که شما میری دیگه ما چه کار کنیم الان به هر کس که میفروشی بفهمیدی بگویی خر گیلکه بگویی خر گیلکه گفته این خر هم اسمی موشه خر موشه الان بگویی به هر جا که علف بار کنی از سهرها یه لدی مستقیم میره به سراخو میره برو و پیار مادر خواهم سلام بگو خوبه میگو برو میگو بله عباسو هم یک زحمتی بکن همین پالون نمیشه یادگری ببرم من چی؟ پالونیو همین که یادگری بده میبرم هم گوشی سلام میگذارم گاهی سی میکنم خب عباس بله همین پالونه که پس بده دیگه گفتی نیه وام یادگری باشه از اون واکو بکن بگو اگه لگه خیلی خوی خر کلیست شد خلیس میشه دیگه او از تو بیرم بگو دیگه چی؟ بورم بگو تنه نه این پردونبینه تنگینه اول خر خو خیلی مستی گریه نکن سعی مکاکاوی میشه گریه نکن خوبه همین پالون گاهی وقتی سعی کنیم یادگریه مستقیم غلیبا خود پالون مستقیم غلیبا چکار میکنی حالا؟ هیچی چطور که جب باز؟ تکیتار چکار کردی؟ تکید بگرفت لالا خوب تکید که صبح گرفتم من خوب کاری کردی چکار خونه؟ خونه چی دیگه من تکه بیام خوش کردم خوبه صحیحه مشکل یعنی سبا ساعتی سر میرین لالا دیگه معلوم نیه شاید سبا نشه پس سبا پس تر سبا دیگه منطقه میرین کارمون زودتر خلاص رو بخیر میرین حالا تو یک چیز دیگه دقیق بگفتی من ترمینال که ما به نیمروز میرین که ما رفتن به کابل بزندار جای نبوره فکر میکنی من نمیفهمم ما به سبا ساعت بی ساعت تکید گفتن که ما به امروز میرین یک خونه بوده خب صحیحه خب چی میکنه اون با تیار میکنه که اگه پس سبا رفتیم اون با زنگ میزنه کنسل میکنه یک گپ دیگه به شما بگم لالا گپ به شما بگم که خود شما تعجب میکنه چرا چی گپه در سال دیدم تک تیکه هم در وا میکنم اینون گله خود خر استادم این چرا گریه میکنی هیچی والا ما نتونستیم پیار میگفتک که شما رو ماست میمون کنیم نشد ما شما ماست این چیز میز بیاریم سوغتی نشد آخر ما خوب چکار شد آخر این خر ما چکار کنی این خر به شما بیاریم سرعی خارو لالا این بچه خاله ما اشتا آدم ساده بیده گفتم شاید در پیش خود خوردشته بشه بیاورده بشه ما هر چی بزو گفتم که نماز چه تا کارا کردن پیار چه تا کارا میکنه پیار گفته خیر این خر بگیریم دیگه کو چیزی نداریم ما همین خر سره یا بابا جو تو آدم سادی تو چرا این خر قبول کنی میدادی و دستی میگفتی از ما و شما این گپا نیه لالا زرچی بو گفتم اون میگه که می خر ببریم بخو 500 ارزون بفروشیم پولای بخو سوغاتی چیزی بخریم حالا کجای خر ما خیر اون رخصت کردم خر داخل کردم با خونه دیدم که با تکتیش گفتک عباس گفتم من گفتم اون پالونه که خیر او کج بعضی وقتا یاد میکنم یادگیری بعضی وقتا نگاه میکنم پالون ببرد
از خرم میره لالا. ای برات گیلک دل شده. میگه خیلی گریه میکرد بیچاره. یار یک زنگ بزنم سه کنم. خود نه مایلا را خود رایی کرده. عاده چی با نه خود نه میفروشیم 10,000. نه ما چی جبر لالا نه. ندارم بیچاره گپ بکنی جبر کنی. خود ندارم چرا دست خر رایی میکنه. خود دیگه اونو خاطر میگم میمون نکردیم یا سوغتی چیزی به پیش از اینا کم نایم حتما خاله می کاره کرد. مارچی پیش از یورس کردم آخر همه خر. سر عقل اینا نکشیده خب بابا اون خر خود شما ببریم بفروشیم و پولا بیاره. چشمان خم خم تو من مردم از غم تو فردا روز قیامت خونم به گردن تو واه نام خودم تو لیشته گلمو بلند هم هست رمضون خیلیت باشه خوبه که یک من زنگ زده و کدور خال اوکی کنم بله رمضون بله سلام علیک. اشتن ماما جان خوبیم بخیرین سلامتین. اشتنی جان جوره خیلی خیریه زنده باشیم. اشتن هم خاله بچه ها خوبم. شکر. من به تمی گندمات شوره پاش میدادم خب آیه ها بچه خوشیشه یعنی میته بدم زشو نمودم که فردا مثال به من تانه میده من خاطر پول نداشت که شما رو میمون کنم یعنی رسی میگه که خیره بیاورده یعنی کار تجربه بریه دیگه او خیره دیگه ولی ما دیگه نمیام خیره ما شما میفروشیم هر کار میکنم اختیار خود داریم خوبه خدا حافظ شما ما به بسته زندگی خو یک خرشون وسیله زیر پا همه بود دیر میبرده به بچه خاله خود سر رایی دادی من این پاشوره با کجا پاشنم بچه تو چی بگم خدا تو رو جورم مرگ جون تو کنه تو شل کنه به خیلی خوشی تو چرا تا کارو میکنی من یک خر دیشم این خر را تو از زیر پا بدر کردی ببردی به بچه خاله خود سر رایی دادی من این شوره کجا پاشتم با کجا زنده طول خوب پاش چیز کنم تو چه فکر کردی؟ تو اون فکر نکردی چه کار کنم دیگه؟ چی خاک سیو سخت کنم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله اگر زندگی چیزی با خونه میبرم اگر به پرو میبرم به جارو بدر میکنم خونه عدست عزیزان کجی تو با کجایی؟ میگو تو هم گیله که نتوسی بگردم که میخواه رو بورده به خونه بچه خاله خوب به سر رایی داده یعنی ما چیزی نداشتیم مگه هم خره میبرده میدادی یعنی تو معلوم میشه تو دادی خره نمیان خودش تا نقضی گم میزنه تو صبر بکن امین عباس یار خوبه دیگه خوبه غنیمت 5-6 هزار میخرم عباس میگم خب من شوهر چی میگم کرایه ما تا به نیم روز میشه میگم دیگه سکن اشته خر کنی اوه. بوریم بفروشیم لالا ها بوریم بفروشیم بوریم بگاهیم و شوا کنیم تو نمیتونی ببری بفروشی میتونم و دو ورزه خب چی فهم که به چند میخرن چند هست من نمیفهم من تو حال خر فروختم تا بفهمم تو یک کار کو برو چیکار کنم تو برو از این حق همسایه ها اینا پرسان کو نگو که ما خره داریم بابا یک خره که آدم مایه بخره قیمت چندیه هرچی که بابا گفتک بگو لالا ما خره داریم میفروشیم به هرچی که میخرم 500 روپیه هم فدای سر شما 500 روپیه کمتر بدیم همین خره بفروشه نمایان که به گنج ببری و همین حق همسایه حتما لازم دارم با که تو 500 ارزون تر بگی متگه خدا خوب جو میرسه میخره خب
بخرین دیگه. خب بچه هم کو اگر بگی بکنی که بخرم ای بابا 8000. نه بابا پیر خاره یه پیر خاره من بکنه. 5000 چنده؟ من 5000 نه بابا. خوبه دیگه ماما 5000 پیر خرجمون هویده است میکنی خیلی ارزون بود. پیر ماما ما غریبه بیکن بیشتر داریم. ماما جو یک کلمه بهم 6000 اگه میدی بده نمیدی هیچ دیگه خیلی 6000. 7000 نه نمایی. هیچی نو یک کیلو بیشتر نو خیلی بابا خیلی. برای که پولاشو برام برو برای کنی که برای پولاشو تو دوست نه داشتی؟ سرو میدی نه کنی ایت برای.